Misafirهای 98 و 99 در اینجا کار میکنیم. سوال درباره قوه‌ای که ما به رسمان ها، به پروژینه ها یا اینکه رزینه ها اجرا میکنیم چقدر دراز میشد. یعنی فرمولی که وقتی همین نمود سوال هست این قوه‌ای که به رسمان ها شریک گفتیم تقسیم میکنه و فرمولی اون اگر در اختیار داشته باشین یا که میدانید F برابر KX هست. K این چی است؟ سختی همون رزینه یا اینکه سختی پروژین است یا اینکه سختی رسپون است. X دراز شوی چقدر ما قوه میگذاریم به همون رسپون که همون قدر دراز میشه. این به از کدوم ماده ساخته شده است رزینه یا پروژینه ما. و از اینجا چی گفتگی است؟ سختی رزینه این 1000 نیوتن تقسیم متر است و با قوه 500 نیوتن چقدر دراز میشه. یعنی قوه ما 500 است، کای ما این سختی هم وقت دو می شود، یعنی این کوفیشنت کنستانتی است، ضربی درازشوی رسمان است و ایکس هنجی چی متماتیک ساده است. 500 تقسیم 1000 این 1 تقسیم 2 یا اینکه 9.5 متر. یعنی چی معنی دارد؟ اگر من رزین 500 نیوتن رو تاثیر کنم کشم که سختی این رزین 1000 نیوتن کوفیشنت داشته باشد 9.5 متر دراز می شود. همین مانند سوال نوبتی 99 است. ورزشگر رزین با قوه 500 نیوتن کشیده میکشد و 2 متر دراز میشه. سختی رزین چقدر است؟ باز همین هم فرمول است. اگه ما سختی رزین رو میبینیم 500 نیوتن تاثیر میکند، سختی رزین رو نمیدانیم یکی 2 متر دراز میشود و سختی رزین چی میشود؟ 150 نیوتن تقسیم متر و از اینجا جوابی ما چه میشود؟